سلام علیکم. اومدیم شهربازی کوروش، می‌خوایم با هم دیگه رقابت بکنیم ببینیم که کی برنده میشه. چند تا بازی می‌خوایم شروع کنیم. رضا به نظر اول یه چی بریم؟ اولی بریم مشته به نظر. بریم اینو شروع بکنیم. بریم ببینیم چی میشه. خب رضا خیلی کری خوندی واسه این دستگاه، گفتی می‌خوایم رکوردها رو بزنیم. میزنم آقا. برو شروع کنیم چیکار کنیم. دستکشو دستت کنیم. همه دستکش میزنم آقا. دستکش میزنی؟ بزنی؟ بزن. چند؟ آقا گند دادم من. خوبه. من گند دادم. اشکال نداره، برو بعدی. نفره بعد. نه یه دو دیگه داری. یه دو دیگه بزنم. نه یه مش دیگه داری، دو تاست. دفعه با دستکش میزنم آقا. بزن. دستم درد گرفت. بریم. برو. اوه رکورد دوم. نه خوب بود. نه خوب بود. این سوال نفر بعد. نفره بعد. نفره بعد. کی میزنه؟ برو سلام. بله کشید. نه باید قوی تر. نفره بعد. اوه چند جاست؟ این سه کمتر هم شد. نفره بعد. نفره بعد آرزو. با دقت. برعکس. با دقت. برو آرزو. بزنیم. آرزو میره ببین چند میزنه. 816 یه مشت دیگه با دقت. فکر کن منو داری میزنی. باسی. آقا چرا دوربین من اینطور شد؟ بازم اومد پایین. بده من. سوخت دستگاه اینقدر ضربه سنگین بود. خب حالا بریم ببینیم من چیکار کنم. مرتضی رو دیدید در تصویر. آماده کلی وسایل از هم بیشونو. اگه ضربم ضعیف شد به خاطر چیزه. بده من وسایل تو ده. نه بهونه نکن. بهونه داشته باشم. بذار بهونه داشته باشم. بله چه میکنه؟ نه ضعیف بود، خوشم نمیاد. برنده تا حالا من بودم نه؟ بله مرتضی رو میبینی؟ مرتضی برو مرتضی. بازم میریم که داشته باشیم. نه بازم ضعیفتر بود دیگه در حد تمام. حست چیه مرتضی؟ ضعیف بود. سلام تو حست چیه؟ آرزو؟ نه جرزنی کردی شما. کی جرزنی کرد؟ جرزنی ژاپنی. اشتباهی شده. آرزا اینم کری خوندی نه؟ من اینو که قهرمانم دیگه. میشه این دیگه قهرمانم. یه دقیقه چشم. میخواین گولم بزنین اندازم؟ نکن دیگه نامردی نکن. قلقلکش بید. ایشی رنگ میزن. 38 امتیازو میگیره. نکن آقا. نکن. یا بعد امتیازش کم میشه، بعدا میگه شما نذاشتی. امتیازی میگیره. 100 و چند؟ 108 امتیاز. راضی بودید؟ بریم ادامهش.
مرحله داشته باش دوم. آقا مرتضی. 3 2 1 گفته تو 3 مرحله میخواد 300 امتیاز بگیره. چند الان امتیاز؟ نصف راه رفته. ببین چه میکنه؟ 2 1 220 وایسا مونده آقا مرتضی. 220 مرحله برو سوم. سلام. اومد 1 2 3 ببینیم چی کار میکنه. 232 تا. نوزده ثانیه. 16 15 آقا کم نشد امتیازم؟ 250 6 5 4 3 2 1 271. یه مرحله دیگه هم داره. یکی دیگه هم دارم. مرحله چهارمه دستم نکن. خستگی تو شونه ها و پشت بازو حس میشه. مایکل جردن هم انقدر سخت تمرین نمیکرد. تا رو میزنه. 5 4 3 2 1 324 تا. چقدر کم؟ خوب بود. قهرمانم. نفر بعد ساناز بیا خب بریم که آشنا شیم. داره میاد ساناز قهرمان. بزن اینو. بکنم نکشید کارتو بچه. چرا کشیده؟ کشید؟ آره بابا. خب شروع میشه. ساناز قهرمان چی کار میکنه؟ چه فشاری میاره ساناز قهرمان. با دقت چه حسی دارید؟ رقیبمه باید ببازه. شما چه حسی دارید؟ من هیچی میخوام بیام رکورد تو بزنم. 10 تا؟ از دو رقمی شده ساناز. ماشاءالله. ببین اهل بدی یا نه سامی؟ دمت گرم ساناز. آفرین. وقتی که آبرو کنم باز. نتونم چه کنم. میتونی. آقای فیلم بردار بله. سر چه حسی دارید باز؟ داره میبره. داره میاره. رقیب اصلی شما منم. 58 تا. میریم برای مرحله دوم. بریم ببینیم چی توپا میشه. میاد. واو. سانی داره چیکار میکنه؟ ماشاءالله سانی. باریکلا. ببین چه میچرخی تو اونجا. یه لحظه صحنه رو از دست دادی. محو تماشا بودیم. به 100 میرسه؟ شما چه حسی دارید اونجا؟ من باز رکورد رو بزنی؟ من دستم انقدر بالا بوده الان پشت بازوم درد میکنه. شاید رکورد رو نزنم.
اون یه توپم بندازیم اونم بندازیم. آها باختی ازم. چرا؟ نفر بعد الان شروع میشه. نفر بعد باخت بابا. نه به امتیاز لازم. نفر بعد چقدر برسه؟ کارتو بده 150 محل عادی. چه استیدی شما؟ برنده شدی؟ بله من برنده شدم که تونستم هم بزنم ای بره باری کلا من مثل بودم جمعنا باری کلا نوبت آریه. مرحله بعدی برنده میشی؟ اومد برنده میشی؟ ماشاءالله. چند امتیاز میزنه؟ با دقت. آها آفرین. 4 امتیاز. دیوید کن توی گل نمیزد که آری داری میزنه. برو برزو میتونی با دقت. آها 14 شما رو چه حسی داری رقیبت داری میوزه؟ همینجوری میبره. رقیبم نیست رفیقمه. کریستیانو رونالدو چه میکنه؟ ماشاءالله عالی. بنده برو ببینی. بنده با دقت. همینطوری گل میشه. باری کلا. آفرین. بنده آها. محل بعد نرسید. اشکال نداره. هویج پلاس مال منه بیا. نه دیگه دوربینو بگیری. دوربینو بگیر. تکلیفم ندارم. خب باز رسیم به شما نفر دومی شما. شما چی میرسه؟ من نمیتونم دلار جایزهاتون رو بردید شما؟ نه جایش. آره حالا میریم شما محل اول رد نکردی چه استیدید خانم؟ بچه ها ایشالله 100 تا استارتو میزنه. 100 امتیاز رو میگیری. استارت میری. پلیس چی کار میکنه؟ ایشالله. اولی چی دومی چی سومی چی هنوز تو ضربه کاشته‌های رونالدو لعنتی فعلا که هیچ خبری نیست. 2 امتیاز اول دشت اول گرفته. 80 واسه رکورد منو بزنه مثل که. آره 2 بار. چه زحمت داری میکشه. باریکلا. واه. ماشاءالله. میبره فکر نکنم. امتیازی میگیره. باریکلا مثلا. فرید. خیلی ضعیف. آفرین. همین که محل اول رد کردی با آره واقعا. گله رسید. انجا دوتا هم خوبه خدایی. اوه چه حرکتی میزنه. 58 تا. این 3 رقمی میشه امتیازش یا نه؟ ای گله تا. ای بابا. ببینیم. دست 6 تا. نه دیگه. واو 75 تا. این حرکت انفجاری 2 تا امتیاز مستقیم گرفت. باریکلا. 81 84 آفرین. نمیرسه مرحله بعدی قطعا ولی خب زحمتشو داره میکشه. باریکلا. یه دونه دیگه میخواد بنداز. 99 تا. اشکال نداره. بله بول جان بدون تبریک بود شما. بله خوب بود. ما شما چه حسی داشتید؟
خوشحالی شما؟ شما چی؟ خیلی شادم که بردم واقعا ممنونم ازتون. میخوام بهتون یه چیزی بگم. سه تاتون امتیازتون نصف امتیاز منم نشد. حالا بهتون بگم. نصف شد. حالا نصف چند تا بیشتر. ما زنی رو بزنیم. خب بریم بازی بعدی بچه‌ها. بازی میکنیم خب بگیم فرد برنده چی برای بازنده ها بخره. آره چون رضا الان جلو بوده. من بردم. برعکس من نظری ندارم. من موافقم. من توی قهوه میدم تشریح. خب دست 3-1 رای تایید شد. دقیق. مرسی که منو بردیم شهر بازی. من خیلی دوست داشتم. بیاین بچه‌ها اومدید. خب چطوری باید دل بدم؟ بعد بندازی که اینجا وایسه. اگه موافق دست؟ شدی آره با دست. کار راحتی نیست. بریم. برو. نشد رضا سنگین بود سنگین بود. نشد؟ آره یه ذره شلتر. آه خوب بود. ولی برگشت. نمیشه. دورم زیاده. خوبه آها. شد نمیشه. نشد. اون گوره زیاده. چیکار شاید بکنم؟ منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. بازو بگی ازه. 2 تا ضربه دیگه داره رضا. شد. نه. شد. موفق میشه. 3 تا 1. 4 تا 1. 4 تا؟ آره دارم آقا. 2 تا ضربه دیگه داره. نه چون مادر لعنتش. یکی دیگه دارم. یکی دیگه داری. بکن تمام شد. تمام. آره گفتم. یه دونه. نه اونجا چیز نشون نمیده. بیا سانا. بکش برو. خیلی باید آروم بزنی. ضربه زیاد بود. آروم. بیا. آروم. برمیگرده. بازم زیاد بود. ضربه دوم بودی. آروم. نه. اینجا هم جرزنی میکنه مثل اینکه ساناست. آروم. نره. بله. چه خبر؟ سلامتی. ضربه آخر. این خوب میشه. بود. یه ذره کم اومد. نفر بعد. آرزو ببینیم چیکار میکنه. آماده ای آرزو؟ برعکس کارت برعکس کارت. بچه ها بلد نیستن کارت بکشن. آرزو کارت بده. بکشن شروع میشه. بله. ضربه اول آرزو. آروم. سنگین بود. ضربه زیاد بود. محکم خیلی بود. آروم‌تر. از ضربه اول چه حسی داشتی؟ من میبره. زیاد بود. آرومتر. اسکن موریو میخوای لب چیز کنی. نوازشش کنی. نه یه ذره عصبانی میخوای نوازش کنی. موریو میخوای وقتی چیز کنی پسی بهش بزنی. آقای فیلم بردار. بله عالی آفرین همینه تمومه. ولی تمومه. یکی مثل که میخواد مهمونمون کنه. آری جمع امتیازا نه جرزنی نکن. بازی بسیاری مونده. آری ساناس چطوره؟ نمیرسه. نفر بعد موری برنده میشه یا نه؟ من بذارید تجهیزاتمو تجهیزاتشو بهش بدید. بگیرید ازش. آخ دادم باش. برنده میشه. صدای نمکی تو شنیدی؟ صدای صدای افتادن میکروفون بود. صدای خوب.
خب چرا قرب دیگه حالا می‌زنی بهش؟ اونجوری هم نه دیگه 5 تاشو بزنیم نه ولی آروم برو. واو کم ضربه بعدی بچه‌ها همون موقع که فکر کردن برنده ها بعد یه چیزی بدن کم بود. همینطوری برنده ها خوشحال از اینکه بازی ها رو برده تا اینجا. من دلم شهربازی زیاد شد، زیاد شد. میکنه زیاد شد. زیاد دیگه نمیشه که چه میکنه توپ آخره بچه‌ها. دوتا مونده نه آخریه. کمت نباشه کم بود بازم. بزن یه دیگه شاید نه دیگه نمیره. داری دیگه آخرش دیگه هست. دیگه داری آخر کم بود. رفت. کم بود. آقا چه حسی داری باز؟ حس بازنده ها رو. ای بابا برنده ساعت تو چه حسی داری؟ حس خیلی رنگی باختم. هم مساوی کردم ما از باخت ناراحت نمیشیم. شما چه حسی دارید؟ یه فروردینی من برندم دیگه. آقا من امتیازم یکی شد چون به قهر قهوه باشه. برو خودت. ای بود. هنوز حرکت اول نزد. ای بابا. شماره 3 یک حرکت برو من شماره 4 شماره 3 پیش از این مسابقه است خریده میشه 4 اجازه نمیدونم یا در بحث یکی جلوه یا برابرش کنارش قدرت برنده میشه 3 یا 4 رضا خجالت بکش. شماره 3 حرکت یا 4 با هم دیگه رو ارزش داره ارزش نه والا. داره 3 اجازه نمیده یه حرکت میفته جلو سه نمیذاره. ای بابا. حرکت بعدی رو میزنه ببینم شماره 4 حرکت بعدی میزنه میاد حرکت پشت 3 بعد 3 بعد میشه اگه اون خطا یه خطا داشت باید کناره 4 اجازه نمیده متقلبه. چهار تصادف. بزنه 4 ماشاءالله 3 گوهره میزنه خودش کشه جلو شماره 4 هم همینطوره جب مسابقه شده کنار هم دارن رو میرن حرکت میزنن هم میزنن برو ببینیم چی میشه. سوزدی حرکت جلو بردم باقی حرکت یه دونه یه آبی یا قرمز یه بچه ای شما. چه حسی داریم؟ واقعا؟ آره 3 و 4 نشدی نه شما بازی کن قصد نباشه کی میبره؟ ساناز میبری؟ آرزو میبری؟ بله قطعا. شد شماره 3 و 4 آمده 3 2 1 حرکت اول شماره 4 میخواد بزنه شماره 4 روی سر 3 یه حرکت با بریم تماشا چی اجازه نمیده شماره 4 درست سوخ باشه بندازه شماره 3 و 4 کنار هم 3 یه حرکت رضا گرزنی نکن. با بریم شماره 3 ماشاءالله یه حرکت بلند میزنه و میره جلو شماره 3 دستش رو بزنه تا میره بالا شماره 2 برو ببین مجددا یه حرکت 30 سانتی بلند شماره 4 برو برس بهش جا نمونی ازش با بده برو ببینم چیکار میکنم شماره 3 چه تنشی ایجاد شده بینید دوتا رفاقت رو رقابت تبدیل شده گوها رو تکون میده شماره 3 شماره 2 عادی یه حرکت 20 سانتی میزنه
پوش میکشه جلو یه حرکت کوتاه ساناز ولی برد. مفید. ساناز. شماره 4 شماره 4 ساناز برد. بلند میزنه با بینا ساناز. یه آبی یا قرمز نندازی رسید ساناز دردم بده جورتی. ساناز برد. ساناز برد. شماره 3 ساناز دیگه دلار نبود که تو بردی ساناز اصلا خوشم نیومد برنده بازنده بازی کنی؟ بازی کنی. بچرخون کارتو من آقا از بالا خیلی بارو مثلا تو نمیخواد درست شد آماده ای بله سلام. 3 2 هر موقع گفتم یک بنداز خانم جرزنی میکنه. همینه دیگه همینجوری برنده شد سری برنده قوانی بوده معلومه دسته پشت پرده مافیای شتر سواری اصلا سفینه سواریه فوتبال خیلی کسی 3 2 1 حرکت 30 سانتی میزنه شماره 3 شماره 4 20 سانتی شما 4 متقلب دست میبره اون تو آره اون حرکت خطره عزیز تا الان 3 بار این کارو کرده 4 این بار 5 بار دیگه خودتون خدای کنید دیگه خودتون میدید با هم دیگه دعوای چیزی دارید برد شماره 4 پیش میری برو ببینم با تقلب هر کاری که شده شماره 4 داره خودش میکشنه جلو مطمئن باشید ویدیو ثبت میشه و بعدا ویدیو چک میشه آقا داره جرزنی میکنن. دیانه که جزنی نکردی مثلا هفته منو خورد. توی فوتبال هفته منو خورد. اینجا هم شماره 4 رو شناختن آقا نمیذاره برنده شماره 4 داری مسلمان دیگه نمک برنده بلند میشه شماره 4 میشینه به نشانه خوشحالی خطاهای پشت سر هم شماره 4 اینجا هم فهمیدن که متقلبه ببینم چی کار میکنی کلا دستش اون توه سیاه شده نکن آقا بگیرم من باردیش نیشه شماره 3 یا 4 با تقلب شماره 3 برنده میشه یه درس اخلاقی بسیار بگیر باختم هیچ وقت جرزنی نکنی حق بردار با این همه تقلب نظر چیه؟ نظری ندارم. نفر بعدی 3 2 آرزو چیکار میکنه؟ ماشاءالله شماره 3 یه حرکت 30 سانتی بلند میزنه هادی شماره 4 اصلا اعتقادی به مسابقه نداره و رفاقت به رقابت ترجیح میده ماشاءالله شماره 3 دست میکشه رو سینه ببینه میتونه ببره یا نه یه نگاه میکنه به کیف حرکت خیلی شماره 4 بالاخره حرکت ببین چیکار میکنه؟ داری پیش میری شماره 3 ببینم چیکار میکنی شماره 3 دارنده بشی خودت میدونی شب میری خونه یا میبرن خونه. یا باید بمونی سر کارت آها خودت میدونی یا یه جا یه رفیقا دوستاش مادر پیدا کنم اونجا بمونه بدون تقلب آقا رضا بدون تقلب بابا به تعلق چیه؟ شازه مسابقه از عادی داره پیش میری آقا شادی آفرین شماره 4. تا بلند عادی شماره 4 با اختلاف عقبی آقا قربونش برم یه بار دیگه بنداز می‌کنی؟ یه بار دیگه اون تر بنداز. راحت بدون تقلب باید کرد. شماره 4 خرابه دستگاه. یک کتازی داره میکنه شماره 4 راه میده ماشاءالله حرکت کوتاه مفید میزنه شماره 3 چرا هر کی 4 نشست با خرابه آقا خرابه 4 خرابه. بعدی ببینید چی کار میکنه وای نیسته شماره 3 باری کنده احسن برای اخلاق ورزشی شماره 3 علی دیگه تو شماره 3 میبره شماره اشتباه چیکار میکنی؟ راش میدی خونه یا نه؟ آرزو راش میدی خونه یا نه؟ آره بابا آره بابا بیا تو نصفش هم مرتضی خوشحالی؟ نه این برده ارزش داره مسابقات رو انجام دادیم آقای رضا اول شد کوری چیزی نداری بخونی برام کوری ندارم با شما اصلا منم که آخر شدم منم که آخر شدم بله حالا به نظرمون این هستش که اگر که
از اینجور ویدیوها خوشتون میاد برام کامنت بکنید. جای دیگه هم اگه میشناسید به اون پیشنهاد بکنید. لایک ویدیو، سابسکرایبتون نره.